la gare. سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشین. امروز یک جای بسیار زیبا و دیدنی رو برای شما نشان میدیم. یک استاسیونی که هم برای اسکی هست هم برای پیاده‌رویه و این دم کرن مونتانا موقعیت داره. حالی موقعیت خود نشان میدیم. از قسمی میبینین این استاسیونی هست که شما تا اینجا هم در موتر هم نمیتونین، هم که است با یک قطاری که قطار کابلی به نام فونیکولر شما رو در 15 دقیقه میرسانه. بازو یک بوس میگیرین، بوسی رایگانه 3 دقیقه راه تا اینجا میرسین. خلاصه نام از این جای ویالت. اینالی ما از اینجا تیکیت رو گرفتیم، ماریم تا بالا را. بعد از بالا یک جای دیگه است که پلن مخت اونجا ماریم. حالا شما میبینین کسایی که اسکی مونن از اونجا میاین این رقم دوره میزنن تا میشن، باز پس مورن از اینجا پس بالا میشن دیگه. این از یک استاسیون خیلی مشهور اسکی است. نگفته نمانه که امی جام جهانی اسکی هم در اینجا برگزار میشه دیگه. حالا ما تیکیت رو گرفتیم، تیکیت نشان میدیم. تیکیت برای پلن مخت جای است که تو میتونی اون طرف بیر نبینی دیگه. بریم بخیر که شما رو نشان میدیم جای دیدنیشه. C'est la première sortie? Non. C'est la deuxième? Oui. Il n'y a pas de canon à neige sur la route. Marche? Oui. Tu vois, elle est belle là. Oui, l'oiseau est mort. Il est mort. C'est bon. Bon, là, il y en a qui descendent. Il y a un chemin là. Oh, il fait chaud. Comment veux-tu qu'elle tienne cette neige? Tu vois, ils l'ont bien préparé, la nationale. Tu trouves qu'elle est bien préparée? Il n'y a pas beaucoup de bosses. Bon, parce qu'on est loin, tu les vois pas. Mets tes lunettes. خیلی طرف نشان میدیم شما. یک تلکابین دیگه ہے، صحیح کنیم. یک تلکابین دیگه، یک مخصوص کسایی که اسکی می‌کنن. از پایین ما یا اون دیگه میشن دیگه. بعد از اونجا از چندین دانه پیست می‌بینید دوستای عزیز. یک رفته پایین، یکی دیگه اون طرف رفته، 2 3 4 دانه. چه مزه میده اسکی. این بالا هم که میبینین این تلکابین حالا میگیریم. باز ماریم طرف پلن مخت. بخیر پلن مخت. اوه از اون طرف میبینین دوستای عزیز، اون از بالا از پلن مخت هم که مردم اسکی کده میایه. اونجا مرچه ها رو دیده میشه دیدین. اونجا یک رستوران دیگه است. چندین دانه، یک دانه اونجا مردم هم نان خورن اسکی میکنن. یک دانه اینجا جوش خروش اینجا رسایی کن.
نام جایم ویولت بود سایزی اسکی های نفر ها اینجا قدر منظم چیز باری منزلی بالا کی چی گله دیگه خوب سمسه این لخشه ولی قضاوت دادیست از شما زندگی در پایین در بالا ما که روزی بیکار باشیم ترجیح میدیم در اینجا باییم استاسیون کالمانتانا یکی از استاسیون هایی است که جام جهانی اسکی زیادتر وقت در اینجا برگزار میشه برای 2027 یک دانه جام جهانی قرار جام جهانی مردا برگزار شده و به خاطر از او قدر سرمایه گذاری کردن یک دانه چهاررایی جور کردن که او چهاررایی به نامی خیلی مشهور شده او را اگر شد باز در پایین به شما نشان میدیم چهاررایی سابقه بود او را گرفت کلان کردن ولی حدودی 7 میلیون هزینه بود یکی از گرانترین چهاررایی های چیز دیگه سوئیس و ایشا به حساب موره سایکو کشکو یا دیگه خوب دوستای عزیز فیس ترک اینه بالا یک لحظه شیش نمی اگه آن چیز بخورم کم اگه انرژی بگیرم بعد از او برم بخیر طرفی تلکابین بالایی که پلاین مخته امو قلده بالای که امروز میخوایم برم رو نشان میدم شما هوا آفتابی ولی خوب یخه دیستار یخ میگیره بیرون اگه بدید بس خوب دیسکش مشکش دارم کل چیز دارم خدا رو شکر گفته بچه مسلح هستم جوش خورش خیلی زیاده وقت قدر قص نفر هست کت نگو این چیزهای اسکی یک دنش خالی نمیای باش نشان بدین شما را سعی کنید چند من تلکابینه سعی کنید کلگیش پوره از این سر مورا خالی چون مردم این اسکی کده مورا پای دیگه سعی کنید پوره یک تلکابینش دو سایزش یک تلکابین دیگه اونجا یکی دیگه از اینجا میره بالا یکی دیگه از اونجا میره ایسو خب دوستای عزیز اشته که سعی کنین تلکابین چی رو نشان میدیم از اینجا که پلگ ماخت ماریم بخیر اون رو نشان میدیم نام جای ویولت از ویولت ماریم پلگ ماخت یا نفر خیلی زیاده گیرباره مناسب کن ازش 15-20 نفر یک کابین تلکابینش هم خیلی سابقه کلان نوبت ما کی میرسد
بشماریم، عجله نبریم. جالب این سفر. Hey, Vinnie. Ja. Oh, dat is snel. Zijn ze er al? Ja. Oh. Nee, jawel. Maar deze is een beetje Ja. Ja, ik denk dat je het beste dan... want gaan we naar de Latza? Ja toch? Zijn we ook leuk? Let aan. Ja hoor. Dit Ja. zit lekker uit de wind in de zon. Ja, we zitten nu in de gondel van de Plemmoord. Dus we skiën naar de Tula en dan zien we elkaar boven bij het terras van de Latza. Is dat goed? Tot zo. En Pien en Pep, als we zo beneden komen, moeten we dus niet naar rechts, we moeten naar عزیز links. مات زید تیلکا Ja, we moeten naar de andere kant op om naar Latza. بالایش دیگه بالایش میرسم وحشت میره. Ja, wij gaan dan naar Oh my god. Ja? Hij gaat inderdaad sneller. Ja, klopt. Bent u wel van de twee paden met zo'n bak? Oh, dat weet ik niet. Ja. Je kan ook een Dus beetje rechter. waar nu 2 mensen op skiën. Je kan ook een beetje rechter. Nee, want dan moet je daar een stukje omhoog. Mijn moeder zit buiten. Ja. Oh, Als je heerlijk. als je van ja, Dat is als fijn. de Tula open is, zo en dan kan je dat gewoon. Want mij doen op elkaar mee, hè? Dit is waar dan Wel. stijlen. Ja, tegen de Go to the parkeren ja, van je Schijnenweg tiny of house. iets. Ja. Maar ja, daar ga je dan weer bij die lichten komen. Ja, maar hij ziet Dat pad wat je nu Ja. hij is zo heel eentje over. ja, je ziet hem wel, maar dat is niet En vanaf daar ga je terug. Wel een week. Wat ga je dan doen? Ga je dan doen? Skiën met school. Oh shit, die dan. Nee, nog eentje naar beneden. Hij staat nu op. En nu al naar We zijn er al bijna. Het is echt veel sneller. Ja, is wel chill. Ja. Deze gewoon blauw. Ja, gewoon blauw-bruin. Mooi cameraatje heeft hij hoor. Mooi cameraatje is dat. Ja, hè? Jij lijkt meer op een salamander. Jij is een beetje hazel-ogen. Osmo, ja, die hadden wij ook. De voorganger van Die deze. is hazel. DJ Ego Osmo. Die is hazel. Nee, hazel heet dat. Dat zijn Hazel. Hazel. For so mostly we are now doing some reconstruction, like reinforcing, like this. Yeah. Vlinder gemaakt. Oh my god, fijn macht. Heel mooi. Ja. Takes a while to arrive here. So Oh my god. we are at 3,000 meters. Yeah, like 2.8 or about 3.9. 2,9 and something. 2,950. You can say 3,000 is so high. In the summer, I want to do this hike. I want to start from Aminona, where somewhere. Yeah. Thank you. Have a nice day, sir. Yeah, too. Oh my God. دوستان عزیز در پلنمخت رسیدیم. 3000 متر از سطح بر بالای ای جای 3000 متر. مای گاد نمیتونم احساس کنم برای شما بگم. برای سعی کن دوست عزیز فقط برف میبینیم دیگه. کلا است از این دیگه بالا دیگه چیز نیست. حدودی 15 دقیقه طول کشید، 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشید تا من در تلکابین اینجا برسم. او هم یک دانش دومیش بودک. اولیش یک 5 دقیقه و اولیش رو دیگه 5 دقیقه 7 دقیقه. مای گاد سعی کنیم از اینجا مردم میره.
میمونه تلیسکی برم ساعت هایش فکر کنم که تا چند ساعت تا ساعت چند 12 از نظر به زوم خودیم گفتیم تا چی کنیم فونیتل 15:45 ساعتی 3:45 آخریشه دیگه پایین میشه یار اگه کرا بیدیا یک قدم برک so you are doing racket? Yes. Okay, nice. Really? From time to time, because right now Yeah. there is not a lot of snow Okay. on the slopes, you know. Yeah. So I've already went 3-4 times. I did all the slopes, and then I said, okay. Really? While I'm waiting the next snowstorm, Yeah. I'll go to do some Fresh snow, you mean? fresh snow. Okay. And for this, you need special shoes, like or winter shoes is okay. You need winter shoes. The important thing is that they are waterproof. It should be waterproof, yeah? Yeah. Okay. Otherwise, it's very bad. Okay. And what's your project for today? Where do you want to go, for example? You want to walk You see this ring here? this one? This one that goes around. Yeah. You see? Down. This is for I don't Racket. know how it's called in Ski à fond? English. Ski à fond. Ski à fond. Yes, I see. Exactly, but you can also use it for Racket. snowshoes. Yeah. Okay. So I'm about to do that. Okay. So you are gonna take go down and come back like this. Wait, what? You are gonna have a tour like this. Okay. To do the whole round. I don't know if I have enough time. Yeah. I checked the last cable car is at 4 o'clock. Okay. Yeah, but you need to take two. You need to take these and then another one. To go Yeah, again. another one. Maybe another one is the last one. I Yeah. would say 3:30 is the best, I think. 340. 40. Yeah. 340. You're in the cabin. Okay. Make sure For me, time it well. for me as a pedestrian with the I don't have racket. I want to walk. Right? Can I go up there? Yeah, I can see like people are walking, Yeah. and then You can also do the ski à fond. like a ski go. I can do a walk. Yeah. If you stay on the right side, maybe, but yeah. Okay. دوستای عزیز پلن مورت جایی که 3000 متر از سطح بار بالاتره و قسمی که شما میبینین باشت برم پیشتر برم بالاتر برم بهتره اینجا یخچالای طبیعی سوئیسه یا آلپ سوئیسه او رو در شما نشان بدیم اینمی جای را که میبینین کلگیش یخچال گفته میشه دیگه یخچالایی که برف میزنه این برف ها باز داستانی او نمیشه دیگه یخ میزنه تا اون دیگه زمستان هم مومنه تایستان هم مومنه دیگه اینا نمیفهمم اونجا چند متر برف باشه چند متر یخ باشه دقیق معلومات ندارم حالا دیگه اینی او طرف از این جای کانتونی برن دیگه کانتونی برن جایی که ما در این کانتون هستیم کانتونی والی یا والیس این طرفیم این طرف کانتونی برن با خاطر از اینکه بری در برن دیگه باید یک راه دوره کنی از این طرف و طرف از اتوبان بری یا هم که در تونل دارن از اونجا زیر کوم را قد موتر داخل از اون بری دیگه جای خیلی جالبه اینجا دیگه واقعیتش جای جالبه خب اینجا مردم چند رقم اسکی منه دوستای عزیز برای شما معلومات بدیم یک رقم اسکی نرمال خونه اسکی یک رقمش هست که اونجا پیشتر اون مردکه قدش گپ میزدم در بورای زمستانی خود در قفش یک رقم چی سخت منه که او در برف مثلا چیز نره گور نره چقور نره بس قدزو میتونه قدم بزنه بس دو دنه چو هم داره که قدزو تکیه کنه
باز وا هم تر مورا این رای اسکیش فونده دیگه زین مورا چکر این رقم مورا تامشن باز بودن رقم دوره اون از اونجا پاس میان دیگه نمی‌فهم چند ساعت طول میکشه ولی جالبه یک روز میخوایم کنیم کاره خب بریم بالا میخوایم در این زمان لایو هم برم دوستای عزیز بعضی دوستا کسته شوق دارن که ببینن در کجا هستیم دیگه اینجا خوب اینترنت هم هسته اگه استفاده کنیم ازش ما دوستا رو نشان میدیم جایی را که مثلا یک روز اگه اینجا آمدن باز بیاید از اینجا دیدن کنن خیلی ها کس در لایو می پرسان منه که مثلا در کجا هستی کجا نی باز آدرس میگیره باز از اسم چینل پرسان نه که چی رقم بیایم اینجا اما خوب میشه وسیله ارتباطی با دوستا در نظر ما یک دقیقه تلفن کنه از دست یخ زده دستا را دیگه گلایف چی نشته کنم بیا نشته شد نانم غیره خب دوستای عزیز نالی موریم بالا رو ببینیم چی گبه خوبه که نمیلخشیم بودای سعی زمستانی داشته باشین خوبه آه این مردم اسکی منه ما از این پیدا میاییم نشک یک دفعه ما رو بیزنن همینجی اسکی منه ما پیدا ماندم این طرف klein mocht kanton valley تا شدن از اینجا خیلی سخته دیگه بالا شدن آسانه ببینیم تا شدن شیرقمه برو میشونه هلو نه باش میخوایم برم اینجا دیگه برف گور نرم وای مای گاد 3000 متر بالای بحر ویلکم گایز دوستان عزیز خوش آمدین پلان ماخت 3000 متر از سطح بحر بلنده بریم بالاتر بریم بالاتر بریم گفته دلشاد چقورتر بریم او چقور میگم ما بالا میگم بلو بریم آفرین از یا رفته بالا شده تا اینجا میخوایم تا اونجا بالا شنو میدفعم سعی کنین دو عظمت پیشتر ما در اونجا بودیم اون رستوران رو میبینین از اونجا تلکابین گرفتیم آمدیم این رقم جالبه یعنی جای پای مردم ها هسته که رفته قدی بود عادی رفته پس ما هم رفته میتونم چرا رفته نمیتونم Let's go بخوایم تا اونو آنتنه برم اونو آنتنه بالا که چیه با پلان ماخت کران مونتانا
از این قیرو پلاستیک میوردم قطعات خود لخشک زده تا میشدم ولی شیبش خیلی زیاده استنک نیخواد خود رفته دیگه با این دره راره این تا بال شدنش سخت حسویه تا شدنش من مهم سختره آدم میلخشه چیز باد است که نگی شمال است که ترس میدادم بخی هشت اینجا باید میچی گم تیلم ندارم هی از یک دبال دیگه نی دیگه مملکت شمال قدر بودک با حد شمال زیاده که دیگه از یک داده خود نشان میده بلندترین نقطه پلاینماخت این کانتونی ولی البته شاید از یک دم بلندتر هم هست ولی همون امروز که آمدم 3000 متر واقعا دیگه و یخچالایی که میبینین در شما نشان دادم پیشتر مردم از اون شمال است که کامرا از دستم شمال میزنه باد نبرالی خا ما welcome guys خوش بگذرد برایتان ببخشید یک کمک شمال بود موبایل صحیح گرفتن نتونسته بودم نام جای پلاینماخت بلندترین قله امروز که آمدم 3000 متر 2900 چند خود 3000 متر بگیر 3000 متر از سطح بر بالا تشکر از این آنتنی چیز که در بالا دیگه نیه دیگه میخوایم اینجا بیشینم یک موزیک بانم لاسپیکر مردم دوستای عزیز در چینل یوتیوب ما برین یک دانه ویدیو ماندم به نام ایفکزی یک قله یک دانه دریاچه یکی در سر کوه حدود 1.5 ساعت 2 ساعت پیاده رفتیم تا او رسیدیم ویدیویش در چینل ماندم سعی کنین از اینجا 3 ساعت و 40 دقیقه پیاده برین در اونجا میرسیم یعنی میسون مورین دیگه اون طرف یعنی ما اونجا بودیم یک چند وقت پیش ایفیگن آلپ یا ایفیگنزی بعد از او
حال دی طرف هستم. این هم پلان مختم، یعنی جایی است که فعلا موقعیت دارم. یک دانه چوکی من جمام داد، چوکی اینا چوکی منظره ازی چوکی رسایی کن. لای 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 مای گاد شمال است که نگی. باد خیلی زیاده دیگه، با وجود از اون ولی ویدیوی خیلی میکنم. سایه در گلویم خانه کرده که دنیای مرا حیران کرده. خب دوستای عزیز، خدا کنه که صدای ما بشنوین. مطمئنم که صدای میشنوین، بخاطر مایک روشن شد و اونجا ریکارد منه دیگه. جای شما خالی دیگه قده حال کنم. اینجا کس نامده، اینجا هیچ کس نمیگرنم. یگان نفر یک تیر میشه، یک عکس میگیره مرن دیگه. ما اینجا جای پیدا کردم، یک کمک شمال کمه. همینجا گفتیم یک لحظه بشینیم قصه کنیم، درد دل کنیم دیگه. خدا کنه صدا سعی باشه، شمال زیاده. اوه 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 خیلی یخ گرفت. باش تیرینج سخت کنم.
نمیشه با خدا گپ زدن نمیشه از سیاخی. دوستای عزیز باش ما آهنگ چنج کنم. یک دونه آهنگ صحیح بیلم گوش کن. خوب صدای موزیک میاد نمیاد؟ قد شد. خوب خیلی دلم دارتم. آهنگی که امروز قدر ترند شده دیگه میرم با اون نمبرشتم. گفتیم یک کمک گرم میکنیم موبایل هم چارج میشه اینجا دیگه. کمک گفتیم ویدیو هم بگیرم. در خانه شیشته نمیشه چی کنیم دیگه دیق میریم دیگه. امروز آمدم یک کوگشتی دیگه. کوشش منم که یک ویدیوهای خیلی جالب جور کنم برای چینل یوتیوب برای شما کسایی مونین دیگه. خوب وضعی هفته باز رخصتی هم است. گوام هم رقم آفتابیه دیگه. با وجودی که شمال قدر باد این باز خوب این میجه که یک هفته هست کمک آدم گرم مونه. آره دیگه دوستای عزیز این جای را بخششم گفتم در ویدیو دیگه. چندین نفر گفتم پلان مخت از یخچالای طبیعی سویسه دیگه. خیلی وقت میشد که دل میشد بای منجی ولی فرصت نمیشد دیگه. باز امروز صبح تا بالاخره امروز آمدم اینجی. باش یک دونه خواندن سعی کنم خواندنی چیز خیلی پیدا میکنم در پلیلیست خبرم ما. بیا خواندن حیدر سلیم بینیم. خوب خواندن هم نه دیگه. ساعت چنده؟ ساعت 3 بجه. آخرین تلکابین که پایین موره ساعتی 4 بجه دیگه. ما یک ساعت دیگه وقت دارم ولی یک جای دیگه هم پایین تر موری اونجا یک تلکابین دیگه سورم میشه که تایلو بری بخی. ما میخوایم اونجا برم پایین تر یک رستوران تا اونجا یک نان بخورم دیگه. باز اونجا خوب یک نمای چیز داره از بلو شهر هم اینگر نیند شهر دیدن هم شکو دیدم شکلگیش دیگه. اونجا هم میخوایم ببینیم دیگه. با ما باشین. از اینکه تشکر از اینکه بیننده هستین. سفر رو میبینین ویدیو رو میبینین یک لایک نظر پیشنهاد انتقاد کنین درباره ویدیوهایی که جورنم. حداقل بگین خوبه بده یا نمیفهمم یعنی چی یعنی ویدیوها رو بانین دیگه. خوشحال میشم باشین دیگه. برگشتنیم جای دیدنی نشان میدم برای شما. فعلا کلگی رفت. خب دوستای عزیز دیگه بریم کم کم وقتی پایین شدن دیگه. اینجا زیاد ویدیو چیز گرفتیم توقف کردیم دیگه. خدا قبول کنه. بیا آخرین ویو از بالا. بریم پایین.
دوستان عزیز برف خیلی زیاده دیگه، تاشدو کمک سخته ولی خوب مزه میده، جایشم خالی. اینه برف. کسایی که برف دوست دارین باین در کوهای آلپ چینل را سابسکرایب کن، در ویدیو ها را ببینین، در ویدیو برایشون تشریح کردم چی رقم اینجا بیاین. راحت دیگه چی خب وقتی تا شدن دیگه سایکین برف پایه که میلی دیگه بازم خوبه، کمک سخته ولی زیادی جایش گرموره دیگه. اون سایکین عجب مزه میده، لامزده. اون یک تعداد مردم تازه مایه اینجی عکس گرفته اومه، اون از اونجا آمدیم. خب بریم این طرف. سایکین برف. واو it's so much fun here. You can try. مردم ها بند مونده، تاشیده سخته دیگه. آدم یک دفعه این صورت بگیره گرفت تو خیلی سخته. لون نخره دیگهش خیره. نه و خیر رسیدم پایین. این مردم ها دیگه اسکیار شروع کرده دیگه. برم خیر تا یا اسکی منم موقعی است پس تلکابین بگیری. نیک بختا خدا. خب این از این جز ما اینجا بریم ما خیلی که ده تلکابین کم بستم شه دیگه. در پایین هم یک جای خیلی مقبول از زیبایه، او رو میخواییم نشان بدیم شما را، او رو هم ببینیم. استیسان تلکابین اونجا. سوار شدیم، دروازه قایم شد. دوستای عزیز به خدا سعی می‌کنیم مال 200 متر بالایی این طرف سایکین بالا جری شده، زیاد دیده نمیشه، فهمیده نمیشه. گشت که بس در بالای من فکر کنی شیشای چیز جری شده، اگه نه اینجا خیلی خوب ویدیو میه از بالا. هر دفعه در پایه میرسه ترس داره. مردم ها رسایی که این کیسکی منه پایینه و معلوم میشه دشون نمیشه اون طرف باره پایین. خواه 20 دقیقه باید باید رسیدیم میشه. عظمت از این تلکابین سایکین که بالا یکی هسته اینجا. مای گاد اینجا یک دانه هلیکوپتر آمده پیشتر.
یک نفر زخمی شده بود دوستای عزیز، اورد هلیکوپتر اورد اینجی باز حال پایین مبرن. ساکن دوستای عزیز پیشتر که آمدم صبحی آمدم اینجا پور بود دیگه، حال دیگه دمش پیشین شده تقریبا ساعتای 3:30 بجه دیگه خیلی نفر کم شد. بیشتر اینجا جای شیشتن نبود، کلگی پر بود. خب دوستای عزیز در ویولت آمدیم، باز از اینجا باید یک دن تلکابین دیگه بگیریم برم پایین بیخی تایلو برسیم. یعنی ما این ساعت آخری ساعت تلکابین نساییم که ساعت 6 بجه، چون دیگه از آخرش که مانده دیگه وقتا در بلو مانده دیگه مجبور اینجا یا هلیکوپتر تو تا ببرن. سعی کنم اگر پیدا بکنیم اینجا یگان نوشته یگان چیزی. خب آخرینش هم 4:30 دیگه، باید پیش از 4:30 ما باید در اینجا باشم، چون اگه بومنی اینجا دیگه مجبوری دمی اینجا بومنی یا هم کسی هلیکوپتر تو تیلو بره که بازو تا قیمت برای تمام میشه دیگه. از این خاطر دوستای عزیز برایشون توصیه میکنم تا این کوه که میایین در کوه سوئیس در هر جایی که دمورین اول کس ساعت چی رسایکن تلکابین سایکن، نه اول کس آب آوار سایکن برین همون جایی که مورین نام در سایت چی برین ویب کم داره، ویب کمی که لایو همی آب هوا اینجا نشون میده، چون اگر آب هوا خراب باشه اینجا هم دوی فایده نداره، هیچ چیزی نمیگیرین، غبار باشه پس باید برین دمزو برین ویب کمش چک کن لایو ببینین، باز دیدین که آب هوا خوبه، باز باید ساعتی تلکابین سایکن، ساعت تلکابین که سایکن دیگه باز وقت آسان میشه دیگه صبح مفهمین ساعت چند بجه باین آخری روز هم مفهمین که چند بجه بریم دیگه. الان ما تقریبا 45 دقیقه وقت دارم، 45 دقیقه میخوایم بریم اون طرف نشون بدیم. اینجا رستوران دیگه اینجا نان بخورم، باز بریم تایلو اونجا یک کمک اونجا بگیردم، باز از اونجا باز پایین بس تلکابین بگیرم طرف خانه برم. الان بری اون طرف تاشنی ببینم که چی رقم وضعیت لیکن مردم ها را اسکی کدن ماین ویشک بچه های ریزه همیشه پیدا که مورین دوستای عزیز یک دفعه متوجه باشین که از طرف کسایی که اسکی منه خواهد اونو تکر نکن، رای آزاد باشه. ما سعی نمارغی تا خلوت چه دو طرف برم و او طرف رفت اینالی ای طرف خلوت شد میم اینجا. سعی کنین پیستایی که اینجا هسته پیستای اسکی رو برشون میشون، او سعی که شیبش خیلی زیاده، این دیگه سرخه اون نه زرد یکی سخت ترین چیزی اسکی دیگه، بخاطر از اینکه قدر شخیه. خب بریم این طرف یک لحظه بگردیم، باشتم یار بگیرم. کاکا کم شدن کمکی سوبیکین یا کلگیش پور میماد دیگه، پور مرافت خالی پور میماد خالی مرافت اسکی دیگه. حالی سا آخرای روز دیگه کم شد. بریم اینجا رستوران نسایی که این چیز خیلی داره، یه دونه مان بخوریم. اینجا بان شمور نشان میدیم، سعی کنین چی رقم تا میشه مردم ها. این شیپی اسکیه خیلی زیاده، ما اگه باید اونجا نمارم
اونجا اگه برم دیگه خود خیسان نمیتونم دیگه. سعی کنی چی رقم استاد میشه؟ زیگزاگ باید بری. این طرف و طرف. مستقیم بری دیگه سرعت تو رو دیگه. کسی استان نمیتونه تو رو دیگه. احتمالا خوب ساعت اینجی. اینجی جای کسایی که ما انجینان مخرج چیزایی اسکیخ میتونه بیله واسه بلش. خواه ساعتی تیدور چی میگه؟ 3:45 دقیقه 15 دقیقه ده 4 منده دیگه. سرعت باد چقدر 9.7 کیلومتر در ساعت. دیرکسیون طرفی نورت ایست، طرفی شمال شرقیه، یعنی جهت شمال نشان میده. پرسیون اتمسفریک یعنی فشار نشان میده. فشار 1018 HP و 1 درجه سانتیگراد. بیشتر 2 بود 1 شد. این رستوران هست، مردم نان مخوره. اینجا مردم هم دلخشک میزنه. به خدا عجب جگه. 3:45 15 دقیقه 5 دقیقه 2 دقیقه تاشنم با زوبت یک چیز بخورم. نان وقت نمیشه. تاشنم نشنم چی نمیکنم. بخدا بیا وقت است بریم. مردم ها رفتم و چرا نری. تاشدو قدر سخته از بالشدوک ده. بالشدو من دامن آدم تاشدو قدر سخته. آدم خود باید کرینکی بگیره. گور نریسه که تو پای میلیم تو برفه. ما اینجا رفتم مردم. از اینجا برم آسان‌تر رو بخیلم. ایکو خوب چقوره. لا لا لا. اوپ. پای سایکه. نکجا رفت. باش برشنم از اینجا. J'ai vraiment, oui, steep, like the here. Yeah. Si je vais par là. Can I go down from there? So what do you think? It's easier. It's easier there? Okay. Perfect. Yeah. This is for children. This is for children. No problem. بیا دیگه چالش دوستای زی باید برم دیگه. هر قدم خب باید سنجیده بانی که خطا نشنادم. یک قسمت چی سخت بود. ببینیم اینجی دیگه سوی وای کمک برفم رفته خیرت.
سعی کنیم باز جای کس قدر بار نرفه این پای خمیلی چه قور مورا دیگر او پاپا آستا بگید سعی کنیم نفر رفته پایشی از خودیم رفته از خود برفت این حال چه کن بور شنو خب از تکنیکای چیز استفاده کنم بغل کی بور شنو برف نرمه خو سخت نیه زیاد دمزو قدر باز جای قدر تا ماره حالا برم بازم دون چی کمک سخت میشه خب خب یعنی رسیدیم دوستای باز نگین مسیر رو برایشون نشان بدیم باز جایی کس تا وقت چی انت چقور مورد دیگه زیر برفا نرمه آب هم شده باز ده او مورد دیگه تا زانوی آدم گرمه خیلی ببینید خب در رستوران رفتم دیگه چون آخری چیز ساعت 3 بجه بسته میشه نامش چیه اما آشپزخانهش دیگه چیز نداشت چیپس میپس داشت که به درد از من نمخوره ما هم دیگه گفتم از او که اویه قد خیلی چند من میوه آوردم اما ما رو بخورم بهتره از چیپس که ولی که مگاو بخورم خدا شکر باز هم اینجور کجا شد چند تا میوه آوردیم بیا که میاره بیزنیم شما چی میگین؟ ما که از املو میگی ایرانی ها خورمالو میگه چی میگه؟ پخته هم شده خیلی مزه میده واقعا چی کیف کردیم امروز ویدیو خیلی جالب میشه خب کم کم وقتی رفتن با خیر بریم خدا کنه پای میگوی گور نره گمش کن نمی آخری روزه چند دقیقه محدود وقت دارم که بیله خود برسانم ده چیز ده تلکابین سایکن چکر نشان بدیم اگر احتیاط نکنه آدم دیگه پایدم رفته اونجا
دیگه نباید پای ما کم بیلی. خب پای آستا بیلی مشکل نیه. تجربه خب یه مزی گردشگری امروز ها کم پیده روین نگدیم دیگه سر انزی برف با وجودی که برف هسته کمکی را بگردیم خیلیه خب تا جای خوب بشم بالش دو خیلی سخته خب رستورانم کسی نمانده آخری روز بیگاشت خب خب دوستای عزیز این بود از ویدیو امروز امید که موردی پسند و علاقه شما خوش شما آمده باشه دیگه لایک سابسکرایب کامنت کنین دیگه خوشحال میشم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار